دو کارمند دوستانه ولایت ختلان دعوا دارند که ناظران راه آنها را از مادر دشنام دادند و حالا پرونده این دو ناظر در دادگاه بررسی می شود. رانندگان زیادی از کار ناظران راه شکایت می کنند، ولی دعوای دو کارمند دوستانه نسبت به ناظران راه کم سابقه است. پرونده هرچند با دعوای دشنام قبیه به عنوان مادر باز شد، ولی ظاهراً به سبقت زورآزمایی بین پروکراتور و بدعت تبدیل می شود. جزئیات این ماجرا را همکارم مومین احمدی پیدا کرده است که حالا با ما در استودیو قرار دارد. درود مومین. خب این حادثه کی شده است و کارمندان این دو نهاد بر سر چی جنجال کردند؟ سلام شهلا، این حادثه روزی 18 اکتبر سال گذشته در راه ناحیه لیوکن سربند پیشین رخ داده است. بنا به پرونده‌ای که دسترس ما شد، میرزا فتح‌الله زاده و سلطان سیدزاده کارمندان دادستانی آن روز هنگام تفتیش کار ناظران راه به برخورد دغلانه و تحقیرآمیز راهبان‌ها روبرو شدند، ولی ناظران میگویند اصل واقعیت دیگر بوده. دادستان‌ها برای رفتار غیرقانونی نکردن ناظران آنها را جزا داده ایستادند. آنها میگویند نباید این پرونده را دادستانی ولایت تفتیش میکرد چون طرفی ماجراست. مومین، در نوار گپ درباره چی هست و طرفهای بحث چی میگویند؟ در نواری که دسترس رادیو آزادی شده از جانب ناظران تحقیر صدا نمیدهد و برعکس دیده می شود. ناظر بازرسی دولتی اتومبیلی از کارمند دادستانی پیشنهاد حجت رانندگی را درخواست می کند. کارمند دادستانی از طریق تلفن به کسی می گوید که همین را یک فهمانید. ناظر بازرسی دولتی اتومبیلی در نوار می گوید دادستان حجت رانندگی ندارد و مهلت حجت های دیگرش نیز گذشتند. رجب علی قوتوف مفتش دادستانی ولایت ختلان که پرونده بحث دو همکارش با ناظران بدیه را تفتیش کرده است، روز 31 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت پرونده در دایره قانون بررسی شد. پس از باز شدن پرونده دو ناظری را از کار برکنار شدند. نزدیکان محمد عثمان حفیظزاده یکی از ناظر راه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پرونده از ابتدا غرض‌آمیز و ساخته بود. فعلا مکان بود و باش این ناظر را معلوم نیست. برخی از همصحبتان رادیو آزادی گفتند که او به روسیه رفته است. سمرالدین براتلی ناظر دیگری راه روز 31 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچگاه کارمندان دادستانی را تحقیر نکرده است و هیچ دلیلی نیز در این مورد وجود ندارد. اما کارمندان دادستانی ناظران را عیبدار میکنند که مادر گفته حقارت و تحقیر و تهدید کردند. خب از کار ناظران راه شکایت زیاد میرسد و همیشه آنها را در گرفتن پوره متهم میکنند. اما این جنجال دو نفر فکر میکنید که واقعا برای کار است یا پشت این چیز دیگری میتواند وجود داشته باشد؟ ببینید شهلا، رسما این رو یک حادثه معمولی کاری مینامند، ولی برخی هم صحبتان گفتند که عبدالرحیم رحیمزاده دادستانی ولایت ختلان از آن که ماشینش را ناظران راه کدام وقت منع کرده تفتیش کردن عصبی شده است و تفتیش کار ناظران و جزا دادن آنها را داده است. در دادستانی گفتند که این گپ دروغ است و تفتیش کار ناظران از روی نقشه است و هیچ کینه و قصاصگیری وجود ندارد. معلوم نیست که دو نهاد در منطقه برای نشان دادن توانایی‌های خود با هم وارد بحث شدند، ولی در گذشته در تاجیکستان جنجال میان مقامات‌ها مشاهده شده بود. از سوی دیگر کار کارمندان بازرسی دولتی اتومبیل نیز زیاد تنقید می شود. اکثر رانندگان آنها را به رشوه‌گیری و فشار متهم می‌کنند. در شبکه‌های اجتماعی نیز نوار رشوه‌گیری و بدرفتاری آنها نسبت به رانندگان بارها نشر شده بود. حالا دادگاه ولایت ختلان پرونده دو ناظر راه را بر اساس ماده 330 کدکس جنایتی یعنی تحقیر نماینده حاکمیت بررسی می‌کند. شکایت کارمندان دادستانی از برخورد ناظران راه در تاجیکستان واقعا کم سابقه است. بله، تشکر مومین برای صحبت.